با استفاده از پکیج نامپای و متدهای تولید آرایه‌های نامپای در این ویدیو یک درخت کریسمسی ساده رو کشیدیم که هدف در واقع یادگیری نحوه تولید و کار با آرایه‌های این کتابخانه هستش. آرایه X در واقع با کمک متد arrange تولید شده و شامل اعداد 7 8 9 تا 15 هستش. آرایه Y که توسط متد arrange تولید شده و استپ در اون 2 هست، 1 3 5 7 9 11 تا 17 رو در خودش داره. آرایه Z که با کمک متد کالمن استک در ستون اولش آرایه X رو از انتها به ابتدا با توجه به 2.2.-1 و قراردادهای ایندکس گذاری در نامپای پیمایش میکنه و Y رو از ابتدا به انتها. در نتیجه 3 تا آرایه خواهیم داشت که آرایه X که از 7 تا 15 هستش، که آرایه Y که از 1 تا 17 هست منتها یکی در میون، و یک آرایه Z که در ستون اولش آرایه X رو از انتها به ابتدا پیمایش کرده 15 14 13 تا 7 و در ستون دومش آرایه Y رو از ابتدا به انتها پیمایش کرده منتها به صورت یکی در میون. در ادامه با استفاده از حلقه فور I و J در Z میاد پیمایش میشه. در این حالت I بار اول 15 هستش، پس 15 تا اسپیس قرار میگیره و J بار اول 1 هستش، پس 1 ستاره قرار میگیره. در نتیجه سطر اول درخت ایجاد میشه که 1 ستاره هستش. بار دوم I برابر با 14 هست، پس 14 تا اسپیس قرار میگیره، یعنی 1 اسپیس کمتر، و این بار J 3 هستش، پس 3 تا ستاره قرار میگیره و سطر دوم درخت ایجاد میشه. بار بعدی I برابر با 13 هستش، پس 13 تا اسپیس اینجا قرار میگیره و بعد از اون J برابر 5 هستش، پس 5 تا ستاره قرار میگیره و همینطور تا خط نهم که 17 تا ستاره قرار خواهد گرفتش، در حالی که 7 تا اسپیس قبلش هست. در ادامه یک حلقه فور رو گذاشته. رنج در واقع باعث میشه که R0 و 1 و 2 قرار بگیره و هر بار تا به پرینت اجرا بشه به این ترتیب که 13 تا اسپیس و 2 تا ورتیکال لاین قرار میگیره و در نتیجه 3 بار ورتیکال لاین ها زیر هم دیگه قرار میگیره. هر بار پرینت باعث میشه که به سر خط جدید بیایم و 13 تا اسپیس قبلش قرار بدیم و 2 تا اسپیس. در نهایت تابع پرینت نهایی بعد از اینکه 12 تا اسپیس رو قرار میده، یعنی 12 ضرب در اون اسپیس 12 تا رو در تابع پرینت قرار میده، میاد به علاوه R می نویسه که در واقع منظورش اینه که این یک داده خامه و بک اسلش و اینها رو چیز دیگه تفسیر نکن. یه بک اسلش یه اسلش و 5 تا مساوی درش قرار میده و به این ترتیب ریشه درخت هم تولید میشه.